در دوران استقلال 17 مراتبه قانون درباره عفو قبول و نسبت به 170,000 نفر تطبیق گردیده آنها از ادای جزا آزاد کرده شدند. از جمله 7 سپتامبر سال 2021 به مناسبت جشن 30 سالگی استقلال دولتی قانون عفو قبول کرده شد که طبق آن 11,500 نفر از جوابگاری جنایتی و ادای جزا آزاد گردید. همزمان با این در زمان صاحب استقلالی 4 مراتبه قانون عاید به عفو شهروندان و شخصان حقوقی کشور بنابر قانونی گردانی مبلغها و مال و ملکشان قبول و عملی گردانیده شد که به بهتر گردیدن فضای سرمایه‌گذاری و رشد فعالیت صاحبکاری تأثیری مثبت رسانید.